سرخط خبرها: اولویت بندی اخراج مهاجرین افغان از ایران. هشدار محمد صادق معتمدیان والی تهران در مورد مهاجرین افغان و مشوق‌های خود معرف‌ها در مراکز بازگشت برای اتباع و مهاجرین افغان. و حال مشروع خبرها: به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران نادر یار احمدی با اعلام اینکه ایران اتباع خارجی را به 3 گروه تقسیم کرده است توضیح داد گروه اول اتباع دارای مدارک قانونی هستند که این افراد تا زمانی که مطابق قوانین کشور عمل کنند از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود. بروزرسانی اطلاعات این گروه مانند پناهندگان جمعی در حال انجام است. دسته دوم اتباع دارای برگه‌های موقت تردد یعنی سرشماری هستند. این افراد شناسایی شده‌اند اما هنوز مدارک قانونی دریافت نکردند و باید وضعیت آنها مشخص شود. اگر شرایط لازم را برای ماندن نداشته باشند باید کشور را ترک کنند. بخش سوم اتباع فاقد مدارک قانونی هستند. این افراد که هیچ گونه مدارک قانونی یا برگه موقت ندارند در اولویت طرد از کشور قرار دارند. وی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا برنامه برای خروج اتباع غیر مجاز از کشور دارید گفت اتباعی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند یا مدارک قانونی معتبر ندارند غیر مجاز تلقی می شوند و باید بر اساس قانون از کشور خارج شوند. برای این منظور 2 فرایند در حال اجرا است. یک طرح دستگیری و اخراج است که با همکاری فراجا اتباع غیر مجاز دستگیر و به اردوگاه‌های مراقبتی تحت مدیریت وزارت کشور منتقل می شود و پس از انجام اداری به خروجی‌های مرزی اعزام و از کشور اخراج می شوند. هشدارهای محمد صادق معتمدیان والی تهران. محمد صادق معتمدیان والی تهران هشدار داده است که مهاجران بدون مدرک در ایران را بازداشت و اخراج خواهند کرد. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های ایرانی او گفته است که مهاجران افغانستان که دارای مدارک اقامتند اما در بخش‌های غیر مجاز در تهران کار می‌کنند نیز با چنین عواقبی مواجه هستند. آقای معتمدیان در مصاحبه با یک رسانه ایرانی گفته است ما 2 مأموریت در مورد مهاجران داریم. اولین مأموریت ما مدیریت افرادی است که به صورت قانونی در تهران حضور دارند. والی تهران افزوده است ما در حال کار بر روی پیشنویس نقشه راه و ساماندهی برنامه‌های برای مدیریت این امور هستیم. اما آقای معتمدیان با تاکید بر اینکه اقدامات قانونی توسط نیروهای امنیتی در حال انجام است، موضع سخت‌تری در قبال مهاجران غیرقانونی اتخاذ کرده است. او میگوید مهاجران غیرقانونی طبق قانون تحت رسیدگی قرار میگیرند و طبق مراحل قانونی تعیین شده این افراد از طریق مرزهای مشترک با افغانستان اخراج می شوند. این در حالی است که هم ایران و هم پاکستان در ماه‌های اخیر اخراج اجباری مهاجران افغانستان تشدید کردند. اقدامی که با انتقادهای سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر و مهاجران و همچنین بشردوستانه نیز مواجه است. ین اکلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ اخیراً نسبت به اخراج‌های دست جمعی مهاجران افغانستان ابراز نگرانی کرده است و هشدار داده است که این کشور برای رسیدگی به بازگشت تعداد زیادی از مهاجران آماده نیست. و مشوق‌ها برای خود معرف‌ها در مراکز بازگشت. یار احمدی درباره خود معرف‌ها اظهار داشت برای کاهش هزینه‌های دستگیری مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. اتباع غیر مجاز که خود را به مراکز بازگشت معرفی کنند از مجازات‌های مانند ممنوعیت چند ساله ورود به ایران معاف خواهد شد. مراکز بازگشت برای این منظور ایجاد شده است و این افراد پس از طی مراحل اداری به خروجی‌های مرزی هدایت و از کشور طرد خواهد شد.
برای آگاهی از جدیدترین اخبار در مورد مهاجرین، اتباع خارجی، اخبار و اتفاقات افغانستان، منطقه و جهان به صورت 24 ساعت در 7 روز هفته کانال ایندیپندنس اکسپرس را سابسکرایب داشته باشید.